سلام. امروز میخوام یک محصول بسیار ویژه رو بهتون معرفی کنم. اگر به دنبال یخچال فریزری میگردید که علاوه بر زیبایی، کارایی و قیمت مناسبی داشته باشه، یخچال فریزر دیپوینت مدل T7 پلاس رو اصلا نباید از دست بدید. این یخچال تمام نیازهای شما رو از نظر طراحی، کارایی و تکنولوژی برآورده میکنه. در ادامه با من باشید تا برخی از ویژگی‌های خاص این محصول رو با همدیگه بررسی کنیم. اولین ویژگی مهم این محصول سیستم نوفراست هست، یعنی دیگه از شر برفک ها راحتیم. شما دیگه احتیاجی به برفک زدای دستی ندارید. این سیستم به صورت اتوماتیک و هوشمند عمل میکنه و انرژی شما رو برای کارهای دیگه حفظ میکنه. این یخچال یک ویژگی فوق‌العاده دیگه ای هم داره. سیستم گردش هوایی داخلی، یعنی هوا به صورت یک نواخت در تمام فضای یخچال پخش میشه و دیگه شما نگران فاسد شدن مواد غذایی که تو یخچال میذارید نیستید. علاوه بر این قابلیت انجاماد سریع این یخچال رو هم ما داریم. فکر کنید وقتی که یک نوشیدنی سرد میخواید تنها با خنک کردنش چند دقیقه زمان احتیاج دارید و فقط ظرف چند دقیقه میتونید از سرمای اون نوشیدنی لذت ببرید. این یخچال کنترل پنل لمسی داره که علاوه بر زیبایی، کار کردن باهاش خیلی راحته و خیلی سریع شما میتونید یادش بگیرید. مصرف انرژی این یخچال تو کلاس A قرار داره، یعنی پول کمتری برای هزینه برقتون شما پرداخت میکنید. هرچی بیشتر استفاده کنید پول کمتری میدید. چی بهتر از این؟ خب حالا که با تمام این ویژگی آشنا شدین، من میخوام بگم که یخچال فریزر دیپوینت سری T7 پلاسش تمام ویژگی های لازم و کافی که شما برای آشپزخونه مدرن و کارآمد احتیاج دارید و با خودش همراه داره. این یخچال با ظرفیت عالی، طراحی خیلی زیبایی که داره و تکنولوژیایی که توش هست میتونه بهترین انتخاب برای شما باشه. اگر دوست دارید راجع به این محصول اطلاعات بیشتری داشته باشید به وبسایت ما یعنی dipoint.shop سر بزنید و یا با ما تماس بگیرید. ما میتونیم بهترین مشاوره رو در اختیار شما قرار بدیم.